در وطن بوده بمهری وطن بی‌وطنی است. بلبل خوش سخن هر چمن این وطن است. هر در پا بزنی از تو پذیرا نشود. مادر و هم پدر و مایه فخر وطن است. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته با کل بینندگان شبکه صدای امید و با کل مردمی که الحال ما رو تماشا کرده استادین. اگر شما خبردار نشده باشین، روز 2 اوگوست سال 2019 جناب عالی به شهر وحدت آمده بود. آیا میدونید پیش از شهر آمدن جناب در وحدت چی رخ داده بود؟ نمیدونید؟ اگر ندونید تا آخر نوار تماشا کنید، ان شاء الله همش خواهید فهمید. ابر اگر از قبله خیزد سخت باران می شود. شاه اگر عادل نباشد ملک ویران می شود. البته دوستان، هر یک پادشاه در خداوند فیض و برکت زیادی را داده هستند. پیش از خودش فیض و برکتش در اونجا می رسد. چه خیل شما یک دیده باشین کدام وقتی که جناب به کدام شهر رفت، پیش از رفتنش اون شهر چقدر آباد می شود. شما یک نظر کنید، پیش از رفتنش همه جا گلکاری و همه جا آباد می شود. بسیاری ها می گویند که اگر که نکنند از جناب می ترسند و دیگر. نه دوستانی عزیز، سیاست جناب خودش همین است. هر یک پادشاه باید به خودش یک سیاست داشته باشد، و مثل حضرت عمر رضی الله عنه. حضرت عمر وقتی که به یک کوچه گذر میکرد، اگر باور کنین چی زن و چی مرد میدیدش لرزش میگرفت. شاه باید همین خیل باشد که هر شهر می رود آن شهر آبادی است. ما از خدا دعا میکنیم که در یک سال 10 مرتبه به هر یک شهر تاجیکستان داخل شود، به هر یک دهه ها داخل شود. ان شاء الله دهه ها آبادترین می شود. ان شاء الله شما هم دعاگو باشید. همیشه در حق جناب ما و شما باید دعا کنیم، چون که اون پادشاه ما است. چون که وطن رو نگاه و بین کرده است. اول خدا، دوم پادشاه. یا فراموش نکنید که پادشاه را در سر وظیفه خدا میماند. یه هرگز فراموش نکنید، خدا خود میگه پادشاه را در سر وظیفه من خودم میمانم. پادشاه سایه خداوند است. هستن به سوادایی که تو از کجا سخن میکنی. یک بار قرآن را بخوان، یک بار از حدیث ها با خبر شو، همگیش را خواهی فهمید. دوستان، ما و شما باید 1000 مراتب شکرانه از الله کنیم که چنین رئیس جمهوری مسلمان داریم. من با دیگر مردم کاری ندارم. هستن جوانهایی که در دیگر دولت ها رفته در ضد جناب سخن ها میزنند، در ضد ما سخن ها میزنند. با آنها کاری ندارم. زی هر سو می جکد سگ بر سری راه، نظر بر سگ مکن رسوی الله. همیشه با دوستانم هستم و همیشه برای پیش می روم، هم با راه اسلام انشاءالله، هم با راه دنیویش. برای اینکه اگر ما و شما علم دنیوی را از خود نکردیم، علم اسلام را از خود کردن نمیتوانیم. به همین سبب هم دنیوی ویدیو میکنیم تو نه، هم اسلامی، که تو اینکه همه همین از خود کنیم انشاءالله. همیشه در راه حقیم، خدا خواسته باشد. در اینجا یک شعر برای جناب عالی نوشته هستم. هر یک دولت اگر نظر بکنید، ارتیستاش 1000 تا شعر، 1000 تا بیت ها برای جنابشون میخونند، یا اینکه شاعراش 1000 شعر برای جنابشون مینویسند. یعنی که او پادشاهشون است. باید که او را تعریف کنند، باید که او را دعا بتیند در حقش. هرچی از دعا میسبزد. من هم از این سبب خیلی شاعری میکنیم، بسیار شعر نویس هستیم. یک چند مصرع شعر نوشته هستم، از یک 4 مصرعش رو به شما میخونم. اگر به شما پسند آمد، همگی اینها را انشاءالله بهرتان پیشنهاد خواهم کرد. کشیدی زحمت‌های بیشمار تو، خزان بودیم همه کردی بهار تو. ملتی تاجیک دعاگوی تو است، یقین دوست داشته پروردگار تو. این شعر خیلی زیاد است و 4 مصرعش رو بهرتان پیشنهاد کردیم. ما و شما باید دعاگوی جناب باشیم، همیشه از پشتش باشیم. با یک کس هیچ چیز نمی شود. باید که همه کس سرجم بیاییم. یک دست شرفه ندارد، دو تک شد شرفه میتید. برای همین ما باید سرجم بیاییم و یک انسان نمی شود. باید که ما و شما جناب را دستگیری کنیم. دستگیری ما و شما چه هنری که داریم باید او را صرف کنیم و همیشه در حق جناب دعا کردن است. دعا گفتن که خاک از زر میکند. شکرانه از آن کنید دوستان عزیز، از آنی که تهدید میکنید، از آنی که تهمت میکنید، از آنی که دشنا میکنید، از آنی که هر سخنهای ناجا میزنید. یک کف دعا بهتر از همه این است.
خودت را گناهگار میکنی. با حقارت و با دشنامی تو کسی چیز را نمیگیرد. یک چند شعر دیگری را استاد زمان محمد اقبال رقیبی در وصف وطن نوشته است. اون را بهراتون پیشنهاد خواهیم کرد. با دقت تماشا کنید، چون که از روی تلفن میخونیم زیاد نمیدونیم، به همین سبب باز از روی تلفن میخونیم. با دقت گوش کنیم. بهترین شاعر است و بهترین شعرها می نویسد. نه هر کس مثل مایان در حیات خود وطن دارد، نه هر بلبل مثالی ملک تاجیکان چمن دارد. وطن تا می تپد جانم تو را در دل کنم بنیاد، و خواست خالق عالم هزار دشمن کند برباد. گر تو عشق در سراغی بر وطن عاشق بشو، در حیات بر نام نیکی تاجیکی لایق بشو. هر کجا رفتی وطن را در دلت مسکن بکن، خدمتی میهن کنی بر خاک خود صادق بشو. مهر مادر با وطن بیگانه نیست در یاد دار، مثل مادر این وطن بهر تو باشد غمگسار. نام ملت کن بلند با خلق نیک و لفظ خوب، دشمنی نانی وطن را هر زمان دستکوبی کن. عاشقم بر چمن و به مشک خاک وطنم، جان و دل هدیه کنم به نام پاک وطنم. در صلاح تو ببخشم عمر بخشنده حق، سخنی پیر و جوان بر من بنده سبق. ای کاش نفس اندر فضای تو بدر آید، این جان خدا داد به خاک چمن تو برآید. صد بار به دل حسرت دیدار تو دارم، دستم به دعا که غم بر تو نآید. خوب دوستان عزیز، شعرها در وصف وطن این استاد زمان محمد اقبال رقیبی خیلی زیاد نوشته شده است. انشاءالله به نزدیکی اینها را با ثبت خوب در استودیو رفته بهراتون پیشنهاد خواهیم کرد. حتما با ما باشین، در شبکه ابونه شده و نوار را پهن کنین. انشاءالله همیشه با شما هستیم. در زمان پیش از رسول خدا صلی الله علیه و سلم یک پادشاه حکمرانی میکرد. میگه در آن زمان یک مرد چاهکن بود، بسیار چاه میکند. پادشاه امر کرد که اگر این جوان باری دیگر چاه کند و من خبر دهید، من این را در زندان میکشم. روز میگه این جوان در خانه خود یک چاه کنده ایستاده بود و پادشاه خبر دادند که این جوان باز چاه کنده ایستاده است. پادشاه امر کرد که این جوان را به زندان کشید. وقتی که این جوان را به زندان میکشد، وزیر میخیزد میگوید سردارم، این پسری که تو در زندان کشیدی، این پسری من است، او را از زندان رها کن. پادشاه گفته بود کسی مقابل این جوان میبراید همگی را به زندان میکشم. میگه امر کرد که وزیرم به زندان کشین. وزیرم بردند و زندان کردند. دختری پادشاه به پدرش گفت پدر جان، وزیر را از زندان آزاد کنید، چون که این دختر وزیر را دوست می داشت. پادشاه ناعلاج شد، دختر خود را به زندان کشیدن نمی تواند که فرزند شیرین است. گفت البته وزیر باید جونش در خطر ماند و پسرش را از زندان آزاد کند. بله، پسر وزیر را آزاد کنین از زندان. این وزیری من است، من چقدر وزیر خود را در زندان میکشم، وزیرم آزاد کنید. وقتی که دختر خودش بود، از همین سبب آنها را از زندان آزاد کرد. دلالت قصه به آن میکند که همه را با یک چشم نگاه کرد. چگونه که فرزند برای تو شیرین است، برای پدر و مادر او هم شیرین است. خودت نمیخواهی که فرزندت در عذاب باشد، پدر و مادر او هم نمیخواهد فرزندش در عذاب باشد. خودت که میسوزی، پدر و مادر او هم میسوزد. باید که همه طرفه فکر کرد. با شما بودیم صدای امید. در حق ما با دعا باشین.